های نازنین، امیدوار هستم که جور صحتمند باشین، انگوشم کنار دنیا هستین. امیدوار هستم که خوب آرام باشین. نازنینان شما رو خوش آمدید میگیم به چینل کاملوین فامیلی. نازنینان امروز دیگه بخیر ما یک دو تا میمان داریم. بخیر میان خانیم و خاله جانم که دخترک نازش دیگه خوش میان قدماشو به چشم ما. بسم الله خدا نکنه ماما جان. دیگه کم کم آماده شدیم و دیگه یک زرگک دسر لوتوس درست کردم. دیگه خدا کنه که خوش شما ایزابه. دیگه سر میز ظرفکاش چینگم فعلا نازنینا. دیگه باش که میمانم بخیر پایین پشت در هستن. دیگه نازنینا دیگه کاسرم دیگه کم کم یکم چیزا درست کردم. زیاد چیز درست نکردم بخاطر که قسم داد کش کنی که چیز زیاد درست نکنی که همه خودمونی دور همی باشیم. به قول ما افغانا که نان پیاز پیشانی باز هر چقدر که تشریفات شوه باز همه محبت یاد دور میشه از بین آدم. هر چقدر که آدم یک چیز دو چیز درست کنه به نظر من که صمیمیت محبت بیشتر میشه، آدم از خودگی میکنه دیگه. تو باز مثلا اگر زیاد 7-8 رقم غذا درست کنی یعنی چشمم چشمی رقابت میشه دیگه. بهتر است که از این بابت رقابت چشمم چشمی نباید باشه. اما تو خودمونی یک چیز دو چیز آدم درست میکنه، نوش جان میکنه ولی با لذتش اما تو دور همی دیگه. تا آخر بلاک ما رو همراهی کنی نازنینا.
الرحمن الرحیم. خب نازنینان دیگه الان وقت نان کشیدن ما شده. جای شما ایزا خالی. دیگه کوفتگکای ترکیه‌ای درست کردیم. دیگه غذا رو بکشیم، نوش جان کنیم که فکر کنم گشنام شدیم دیگه. ما خود گشنا شدیم، میمانکای ما شاید گشنا شده باشه. خب نازنینان جای شما خالی دیگه. وقت نان ما شده، نان نوش جان کنیم دیگه. گفتم که زیاد حال دیگه از این بابا تشریفات نمی کنیم که باز محبت ها کم میشه دیگه. خواستیم که همین دو رقمک پرمه باشه و کتی برنجی آدم نوش جان کنه، ولی در کنارش محبت باشه، صمیمیت، رفت آمد باشه، رقابت چشمم چشمی نباشه. بهترین زندگی به نظر من می باشه دیگه. شکر که خاله جان ما از همچین شخصایی نیستن. بسیار خانم مهربان، خانم خوب، روشن فکر، خانم تحصیل کرده. خودش میفهمه که دیگه صاحب خانه میگه قد نباید اذیت شوه و یا بازم دیگه جای شما نازنینان خالی. خب دوستای نازنین، یا مزه سبدک میوی خاله جانشان بسیار مقبول، خوبش توفه کردن. سبدک مقبول. تشکر، زنده باشین، دستان درد نکنه دیگه. خواستم که برای شما ازام نشان بدم که چقدر با سلیقه سبدک خوبش کادو کردن. خب دوستای نازنین، بخیر میمونکای ما رفتن، جایشان سبز باشه. محمد جان وقت خوش است که بیتابی داره نه دیگه. نازنینان ممنون که همیشه موقع ولاگ‌های ما رو بیننده هستین و لایک سابسکرایب میکنین. تشکر از کامنت های بسیار مقبولتان دیگه. همیشه موقع بیننده ولاگ‌های ما باشین. هر جای دنیا که زندگی میکنین امیدوار هستم که خوب و آرام باشین و خداوند یار یاورتان.
خوراکای قند نازنین، ببخشید که من هر روز ولاگ گرفتن نمیتونم بر شما عزیزا، بخاطر که اولاد داری، خانه داری، نام خدا اولادا کلش مکتب کودکستان خانه میرن، کلش نام خدا مکتبی شده دیگه. فقط امقه براتان بگویم که نام خدا هفته 3-4 جای ما میریم، دوستا میایم ولاگ گرفتن نمیتونم از هر چیز دیگه. خیر عزیز، یگان چیزکایی که درست میکنم شما ازارم شریک میکنم و براتان میگم که من کجا میرم، چی کارا میکنم روزمره هفته‌ای. امروز دیگه دوست قند نازنینم، دوستک 15 ساله ما دیگه دور جان شما ازا عملیات شده، میریم شفاخانه دیدنش دیگه. باز من دینی دیگه کلان بخار یک کمک دیگه یخنی برای دوستم درست کردم، یک دیگه از خودمو که اولادا بخورن و یا دیگه هم یک دونه رانه پخته کردم، دو تقسیمش کردم، نصفش به خودمو نصفشم به دوست نازنینم دیگه. سریش به دوستم دیگه، خشرگکش به خودمو استخواندارشه. باز دیگه کچالو و زردکا اکسترا دیدیک آپس کردم که زردچوبه و نمک و پودر سیر، به خاطر از که امو طعم پودر سیر، نمک، زردچوبه داخل کچالو زردک بره که باز تو شیرینک داخلش نباشه، وقتی که داخل از یک پرتیم وقت پخته کردن نازنینان باز رنگ شدست میته، تیرگک میشه. باز دیگه این تو بینی رقم یخنی مریضانه دیگه درست کردم از ران گوسفند. خدا کنه که شما ازا خوشتان بیه. امیدوار هستم که خداوند همیشه ما و شما را سلامتی، جانجوری، کامیابی، سربلندی نصیب کنه. همیشه موقع خوشی عالم نصیب همه ما و شما شوه دیگه. خداوند همیشه موقع جان جور نصیب همگی ما و شما کنه که به خوشی های همدیگه رسیده که بتونیم، نه که مثلا به دل خوش نریم و ناراحت باشیم و بریم دیدنش به مریضیش. انشالله که در خوشی های عزیز قند خوار، دوست نازنینم، جیگرکم، نفسکم، ما و شما دوستی ما دیگه قسم از خدا که باز ولاگ دیدی میفهمی دیگه. نازنینان دیگه دعا میکنیم که بخیر دوست نازنین ما خوب شوه و خداوند شفای عاجل نصیبش کنه و ما برام دیگه یک آمادگی بگیرم و بخیر برام سمت بیمارستان یا مشفاخانه دیگه بخیر بریم. شما نازنینان ولاگ اگه دیدین به دوست ما دعا کنین که بخیر هر چیز زودتر بهتر خوب شوه که مادر 3 تا اولاد است. خداوند هیچ کس بدون پدر مادر بزرگ نکنه انشالله، آمین.